جناب مولوی صاحب، میخوام از شما پرسان بکنم چرا عدالت از اصول اساسی در قرآن و در سیره پیامبر صلی الله علیه وسلم دانسته شده؟ بسیار خوب. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. صدق الله مولانا العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خدمت کارمندای محترم تلویزیون ملی افغانستان و همچنین بینندگان برنامه والعصر. از الله متعال و همه شما موفقیت و رستگاری و کامیابی را استدعا می نمایم. الهی امین. سلامت و عافیت باشین. بسیار سوال مهم و اساسی است که عدالت چرا یک اصل از اصول اسلام در قرآن و سیره رسول صلی الله علیه وسلم است. عدالت طوری که جناب مفتی صاحب توضیح و تشریح نمودن کلمه بسیار عظیم و مقدس است. یقینا. یعنی الله متعال امر به عدالت نموده. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. پس زمانی که در چیزی که امر الهی باشه در شکی نیست که او اصل از اصول اسلام می باشه. یقینا. امر الله است و الله متعال امر به عدالت کرده و مفهوم عدالت تمام ابعاد زندگی انسان را در بر میگیره. یقینا. حتی در کهکشانه ها و سیاره ها از ذره شروع تا به عرش پروردگار جل جلاله او عدالت است. بله. اگر عدالت وجود نداشته باشه به میان نبیاید عدالت، نظامی تکوینی از بین میره. ما ببینیم که الله متعال در ارتباط و طلوع آفتاب و مهتاب و نظام سیاره ها می فرماید للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. برای آفتاب اجازه نیست که مهتاب درک بکنه و از وقت مقررش طلوع بکنه یا غروب بکنه، چرا که نظام از هم بر هم میخوره. یک عدالتی را پروردگار جل جلاله در اونجا وضع کرده است که هر کدامش مطابق مأموریتش باید برنامه خود و مأموریت خود اجرا بکنه. و زمانی که عدالت به وجود آمد بی‌انصافی ختم میشه، ظلم از بین میره، خیانت از بین میره. عدالت یعنی زمانی که در برابر ظلم قرار بگیره به معنای انصاف است. الله متعال میگه شما انصاف بکنید. ان الله یأمر بالعدل. چی معنا؟ یعنی الله میگه شما انصاف بکنید، بی‌انصافی را از جامعه دور بسازید. یقینا. هنگامی که عدالت در برابر فسق و فجور قرار بگیره به معنای تقوا می آید. یعنی کلمه عدالت به معنای تقوا می آید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. الله متعال میگه شما عدالت بکنید، این نزدیکتر به تقوا و طهارت و پاکیزگی است. عدالت در برابرش زمانی که به اصطلاح کبر و غرور قرار بگیره به معنای تواضع و فروتنی می آید. الله اکبر. چقدر و باید که ما متواضع باشیم، فروتن باشیم. نبی علیه السلام می‌فرماید که من تواضع رفعه الله. پس این صفات وقتی که صفت انصاف، صفت تقوا، صفت تواضع در هر فردی از جامعه به وجود بیاید، خصوصا در کسایی که مسئولیت پیشبرد امور امت به دوش دارند، اینا در اونا به وجود بیاید، اینا تلاش میکنن برای تحقق عدالت. و عدالت یعنی به این معنا که بذل الحق الواجبتی، ادا کردن حقی که لازم است پرداختی از او. سبحان الله. عدالت حق مردم دادن و حق خودم گرفتن، اضافه چیزی مطالبه نکردن را حق عدالت میگن. ان الله یأمر بالعدل والإحسان. و احسان چی میگه؟ به دنبال عدالت که اینجا آمده. به طور مثال یک انسان در سوپرمارکت میره، پول میته، یک سودا میخره. بله. 100 افغانی میته، 2 کیلو شیر به اصطلاح مطابق پیسه خود مطابق پول مواد خودم میگیره. ولی زمانی که دکاندار 5 گرم یا 10 گرم یا فکر بک 100 گرم از پول از این اضافه مال بری از اون میروه، میگه برو یصرف اینو بری تو باشه. این احسان. این احسان میگن. این احسان. سبحان الله. عدالت امیست که او حق خدا بگیره و بای حق خدا بگیره و مشتری حق خدا بگیره، اضافه از کسی به زور و به جبر مطالبه نشود. و دیگر عدالت به خاطر از این اصل از اصول شریعت اسلامی است که عدالت نام از نامه‌های پروردگار جل جلاله است. یک صفت عظیم و بزرگی الله عدل است. العدل. الله متعال ذات عدل است.
هم الله متعال در گفتارش عدالت مد نظر گرفته و هم در اعمال و کردارش. یعنی هر کاری که الله متعال انجام میده به اساس عدالت انجام میده. و به این قرآن کریم اشارات داره. والله یقول الحق، الله متعال حق میگه، یعنی حق گفتن الله میشه که بر مبنای عدالت روان است. و همچنین والله یقضی بالحق، الله متعال به حق فیصله میکنه. وقتی فیصله الله به حق بوده یعنی اشاره به است که در هر فعلی که از جانب پروردگار جل جلاله یا عملی که صورت میگیره در ارتباط با مخلوقاتش در او عدالت نهفته میباشه و مد نظر گرفته شده است. سلامت و عافیت باشین جناب مولوی. چقدر زیبا تشریح کردین. حتما بیننده های عزیز هم توجه داشتن که پیرامون عدالت چه موضوعات مهم هست. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، کسایی که بیننده برنامه ما هستن، جدا توجه بکنین، جدا این مسائل را یاد بگیرین. این آموزه های دینی ما شما اینمی مسائل است، این لطفا یاد بگیرین.